قبول. سلام. سلام. راستی سر ضبط. سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت دوم روبلاکس بکرومز MEG. سلام برومج کوکو سنگی مارگه کوکو سنگ رادمر سنگ. امروز با رادمر سنگی اومدیم بریم یه مپ ترسناک انتخاب کنیم. زیاد سلا کوشید و زیاد کردی بچه ها بشنون صدا منو. آره خب برومج رادمر کوکوی اومد. کاکا سنگ رادمر سنگی. ببین رادمر نمیگم چه انتخاب کردم، سر توی ویدیو افتاده، ویدیو رو واسه میفرستم که نگاه کنید میفهمید چه انتخاب کردم. حالا چجوری داری فرمود عجب سوسیسی داری خورده به سقف آسانسور. سوسیس که کلا به بچه ها نشون بده، بچه ها نشون بده خورده به سقف آسانسور. کلاه سوسیسی من. وای نه من نمیدونستم همچین مپیه. خدا این چه آدمک زردم میدونستی؟ این آدمک زردم خیلی بدن. آدم زردم میشاشیم تو خودمون. ای من شاشیدم توی زندگی. اوزن آقای توبن میکنه بازره بچه چون ما پاتق 1 و 3 تا مرحله رفتیم، امروز اگه خدا بخواد 4 تا میریم دیگه. حالا من توش بودم. ممنون که در باز کرد. کریره امروز 4 تا میریم. آره امروز باید یه دونه بیشتر کنیم. امروز یه دونه بیشتر میریم. بابا دوسترونه اینکه تنه میکنم اینجا اومده چیز کنه. من یه دونه رو پیدا کردم. من باید کیک پیدا کنیم اصلا. بابا چرا یه رو به دیوار گیرش داری باگش کردی بازی رو. بابا اومد اومد صندوق عقب اون رو پاره کن. سلام صندوق عقب پاره کن. خدا این من رد شدم. بابا من حواسم هستش. صندوق عقبمون پاره است. بعد صندوق عقب خیلی جدی نگیریم فرمود میگه. صندوق عقب منظورم صندوق عقب ماشینمونه. صندوق عقب من چیزایی بدی نمیگم. کی گفته من تو ویدیو چیزایی دروغ بدی نگو. صندوق عقبمون پاره. صندوق عقبمون پاره. صندوق عقب تو قرار پاره کن. اومد قشنگ پاره کن صندوق عقبمون. خدافظ. اینجا کجاست؟ صندوق عقبمون پاره است. صندوق عقب تو رو جر داد؟ جر میده. مال منو میخواد پاره کنه. من هم میخواد پاره کنه. آری تو هنوز جون داری زنده ای؟ آره نصف اینم. برای من 100 تا هیل دارم. 60 تا هیل دارم. 60 تا نه بابا اما دارم یارو آروم پشتی یارو حرکت. بابا اینقدر تو همه اومدن دم آسانسور. خب همون من از این مرحله همیشه بدم میاد. من خوشم میاد. جای باحالیه. باحال است ولی قدر صندوق عقب پاره شد. اگه این مردا توش زردکا زردنبوها اینا توش باشن معلومه که صندوق عقب اون پاره است و منم ازشون بدم میاد، ولی خیلی خوب و سکلشون یکیشون تو تله انداختم. همون صندوق عقب من جیره رادمر تلپورتم کن. حله تلپورت. بله اینو گیر انداختم. تموم شد. بنازم ماموریت تو تموم شد. من دیگه جورت نداشتم که هیلم خیلی کم بود. میشه شدی به خودت. آره دیگه میشه به خودم برو به خودت. بچه شاشو چی دو دیدی؟ پیام بازرگانی دیدی؟ آقا اصلا یه سال فهمی تو بکشون لباس استیکی دارم بله کاکا سنگی هم میشه بگی رفتیش رادمر میخوام بریم یه مپی که بشاشی. یه مپی که ازش بدت میاد. حسابی؟ آره صندوق عقبت پاره است. صندوق عقبمون پاره است. یارو میاد صندوق عقب. یارو رفتون کوچه محله بوچه ضبط نکردیم. نه صندوق این مرحله اینطوریه که صندوق عقبتو پاره میکنه. فهمیدم نمیخواد همین حیله از همین اول اینجاست.
منو کشت. نه خوب نه ببخشید من نمیخواستم فوش بدم. حق داره فوش بده فربود. من چرا همه جا رو آبی میبینم؟ رادمر تلپورت. و من تو رو بگیره همه جا رو اینجوری میبینه. منم گرفت یه باری. ولی دمیج کمی داد. این خوبه. دمیج هم داد. بد شد رادمر. نبودی پارکینگ کرد. مرد سگی داره میاد بخورتم. بعد تو بخش واقعی با یه مردای سگی هستن میاد بخورن و گرست میدن. مرد سگ وقتی من دم فوش میدم ولی واقعا گرست. سگ مرد داره میاد بخورتمون. فقط دیدیش مثل سگ بود. چون خودم هم سگم، تو هم سگی، اونم سگه، ما با هم نوب سگی. با هم نوب سگی. ما نوب سگیم، اون سگه. آره راستی ما نوب سگیم، اون سگه. حالا آره نداشتیم جای یه ترندی بود و یه یارو نوشابه آتیشو میکرد تو صندوق عقب نوشابه، انتظار داشتن که او. آره اینجا آتیشو یه پشت نوشابه یه کاهوه زیرشو میگرفت. کمک بابا این تویی؟ آره این منو. بابا اینجا نگی من نیستم و خودت باشه، اینجا خیلی ترس. پیدا کردم. برو آسانسور تلپورتم کن. من دارم میرم دم آسانسور. تلپورتم کن مرد کی گفت آسانسور میگه چی اینجاست. پیداش کردم. خودم که سریعتر رسیدم بابام جان. من رسیدم. سلام. دیگه اومدم چی رو تلپورت کنی؟ دیگه کردم دیگه زودتر بگفتم. من مسابقه رو بردم بسید. مگه اصلا مسابقه میکنن؟ موشت شد بنازم بذار منم برای شوهر میکنن زن میگیرن. ببین رادمر دربارش هیچ حرف نزن. آره اون بین ماه بچه ها نایمه بفهمم. این کامنت ها هر کی بلد بود بگه. نگن خیلی بله یه دفعه دیدی بچه 2 ساله اومد ویدیو دید. مگه بچه 2 ساله یوتیوب داریم؟ نه سوال پارت اول نبود. این بود اینو یادم اومد. بود بابوس از اینا دستم گرفتم. من فکر نکنم الان باید بگم، ولی این ویدیو ترسناکه. اگه میترسید نگاه نکنید. اینو من باید اول میگفتم چرا 2 ساعت گذشته الان دارم میگم. بابوس این که ترسناکه با کله همینو برو. بچه چون ما مرحله ها رو داریم سریع تموم میکنیم من به فکرم نرسیم. اینو با کله برو. راندو مثلا میکنیم 6 تا. چرا میکنیم 6 تا راست؟ تو سریع داریم تموم میکنیم. هیلوی نیست کافله هیلوی نیست. هیلوی نیست. آره هیلوی میاد صندوق عقبمون رو پاره میکنه. هیلوی بیاد صندوق عقب واقعا پاره. بکنید هیلوی نیست. ببین ما الان یه مشکلی داریم. شاید اون کرمه بیاد. وای اون کرمه رو یه دونه پیدا شد. کرمه رادمر گفتم کرمه واقعا کرمه است. واقعا کرمه اومد. کرمه همین خود کینه‌ایه. بچه داره میاد صندوق. من به این میگم کرمکی، ولی خب این صندوق عقبمون از دورم که باشیم پاره میکنه. کمک. بچه من این تله برش گذاشتم اومده. یه دقیقه ببین آیفون پیام اومد. بابا پیام اومد اینا یه دفعه لفت بخوری. دارم صندوق عقبم فکرم پاره. لفت میخورم چیه بابا؟ واسه آیفون هم پیام اومد. بچه این آیفون داره خیلی چوسی میاد بر من. چوسی توی با اون ایکس باکست. به خبرم من کجا ایکس باکسیه؟ ایکس باکس تازه داره خوب پیشرفت میکنه. PS5 که داره گرون تحریزه بهتره. من توی این اوضاع تنها کاری که میتونم کنم اینه که 26 مثلا این 26 به این زندگی اگه نه برای تو باید کنی بشتمانی خدا
کرمکه کی افتاد تو اون تله‌ای که گذاشتم؟ من دارم میرم. کرمکه رفت بیا کرمکه رفت نه داره میاد بیا صندوق عقبمو پاره کن بیا صندوق عقبم میخوره خدا بچه اینجا نشنوید صدا گوشی کم نشنوید همون من میگم نایده یه دو تله برش میذارم کمک عشق من تله گذاری کم کم بی تربیت میشیم بیا دیگه فوش ندیم آقا اصلا دیگه فوش ندیم بی تربیت اومد صندوق عقب 20 ثانیه طول 20 ساعت اونو دیگه بسه دیگه نخود دمیج بده بیا فقط شرچی تو دمیج میده بنو برو تو من تو تله گیش کردم یاد ای بابا چقدر پیام میفرستم واسه آیفون منو بدبخت چون که گفتم آیفون تو همراه اول پیام داده بیا یه دقیقه شما بمونید من ببینم برو رفت تو تله برم تو تله یا رفت تو تله من یه دمیج بخورم میمیرم این اگه اینطوری هم باشه دمیجمون میره خب اون رد شدم رامر آزادچی صندوق عقبم پاره است آزادچی صندوق فقط بودم چهار حرفیه پاره است ایران یه یاروی بچه ها دیدن من بودم دنبال خودم یکی من اومد از پنجره خورد و بود واقعا بودی؟ آره موردم الان دارم نگاه کنم شاشیدی به خودت منم ببینم پیامای همراه اول چی واسه آیفون اومده هیچی گم خور بود من میگم مرحله بودم باختی یه کاری کنم خوشحال بشی بیا بابا منو بگیره جیرم دارم آروم میرم تو منو بگیره جیر داده چی بود برایت موردم آهنگ الکترونیک گذاشتم میدم اگه باید اکی خیلی نمیدارم ولی من این وقتا خیلی دوست دارم بس آقا بسته جالت آقاره بذار من انتخاب میکنم مرحله من انتخاب میکنم دلت هم بسوزه بچه من میگم زره بگیرم پس اینجور شد این انتخاب میکنی من بدبخت میخوام یه مپای انتخاب کنم تو بششی به خودت میگن از سپر گرفتم باید سپر بگیر اگه خطرناکه خطرناک بودن و نبودنشو نمیدونم یه دیگه بذار برای بچه اینجا بند داری فربون نگاه فربون دار بچه اینو نشون بده بیرون از این دادی نشون بده نگاه فربون اینه نزد نگاه حالا دیگه رو هوا من بندری بزن مثل دیفالت دنسش خیلی باحاله خیلی حال میده داری بندری بزنی بپری بس دیگه دنیا نمیصرفه من نمیخوام سپر نگرفتی؟ نه دیگه صندوق عقبم پاره است وای پاره باید 6 تا آیتم چیز پیدا کنیم نه آهنگ چیزم کلا فرق کرد آهنگ اساسو این فروشگاه هفته؟ آمریکایی
مثل نداره چون همین چیه یوتیوب میزنه بنم میکنه. خب پاکش کن اون صحنه رو با بچه باید پاک کن. میتونی بگی WTF. WTF یا مخفف همونه. همون بیا برگر بده نشون بدم. ببین من اومدم آسانسور بیا نشون بدم. دیدم آسانسور دیگه من اینجا بودم همینجور اومدم رفتم تو زمین. رفتی تو زمین؟ آره کل خیلی مپ گنده همین مربع است هیچ جا نیست دیگه. اون حیولا اصلا اینجا داره؟ نداره. علیه گرالی نشه. آره اصلا اینجا حیولا نداره راحت کارو تو کن. الان حیولا میاد صندوق عقبمون رو جیر میده. بابا اینقدر صندوق عقب نکن. من یه در پیدا کردم. دره رو باز نکن. باز کردم ولی توش چی نیست. بیا یه دونه رو من پیدا کردم. یه راهروی توشه. بابا یه دونه پیدا شد. چی بود؟ یه دونه باکس مربعی که هیچی نبود. فقط با اون رو پیدا. منم یه دونه دیگه پیدا کردم. راهرو چیه؟ یه راهرو پیدا کردم. سوت بزن. ایران به حیلوی دست و پا داره میاد. آقای دست و پا. دست و پا؟ آره اون راهرو کدوم راهرو؟ بیا آقای دست و پا از همیشه بهمون نزدیک‌تره. من اینجا رو میگم. بیا من میرم تو آسانسور. من سرگرمش میکنم. من میرم تو این راهروه. تو تله گیر کرد. خدا تو تله گیر کردی. اگه ونت داره پس یعنی صندوق عقبم پاره است. بابا یه دونه من تو تله گیر انداختم. من تو یه جای عجیب غریب گیر کردم. تو ونتم. کردی. به خدا الان هاگی از پوش میاد میخوره. هاگی واگی به بچه اینقدر پاپی پلی تایم بازی کرده هر دیگه میگه پاپی پلی تایم. پروتوتایپ الان میاد مأخورتم. پروتوتایپ بچه رو میگه؟ نه پروتوتایپ بابام جان پروتوتایپ خدای کل بازی. راد منو میبینی؟ اما یه فرقی داره؟ من کل گیگاتو میبینم. رفتی تو آسانسور دیدمت. بیا بیرون از آسانسور. بیا آقای دست و پا داره میاد دنبالم. همینو مستقیم بیا. آقای دست و پا هیچ گاهی نمیتونه خوره. منم خود بکنم. من یه میخواستم بگم که نمیتونم برشون. آره نگو چون سر ویدیو تموم شد میتونی هرچی دوست داری بگی. آره میدونم. آقای دست و پا رو گیر برم بزنم. دست و پا باید پلش افتای دنبال هم بودو بیا دنبالم. من رفتم تو همون راه روه. به نظرم تو آقای دست و پا رو گیر انداختم. کرمی روی بدبخت دارم من سومی رو پیدا کردم بابا. به نازم غیرت من اونو انداختم که تلی دست و پایی بدبخت. تو چه کار غیرت بنده داری؟ یا غیرت دست و پا گیر کردم. چطوری آقای دست و پا دست اومده دست پا در دست پا در دست. من جان میایی بریم داره میاد جرم بده. داره میاد صندوق عقبم پاره کنه. علی نداری؟ تو تله نداری؟ نه دیگه تله بگیر خیلی بدن. من چیزایی دارم که تو نداری. تو هم چیزایی که داری که من ندارم. من من نسود ور نداشتم. من آسانسور نما دارم. هیولا نشان دهنده دارم. و ساعت آسانسور نما رفتم تو دیواری رو تو اون قسمت اولا. پارت اول که رفتیم تو ماتریکس. رفتم تو ماتریکس بکرایم بود. شاشیدم به خودم. بیا این تو منم شاشیدم نمیخواد بگی. اینو تله بس گذاشت. تله ها چرا همشون رو هوان داداش؟ نمیدونم همینجوری میاد رو منطقی نیست. تو داری یه چیزی میزنی ها. خدا چیزی نیستم بچه ها بنویسین من چیزی نیستم. رادبش چیزه بذار ببینن 50 ثانیه بیشتر وقت نداری. خیلی هم آره تا الان 4 تا پیدا کردیم. رادمر بودو
14 ثانیه؟ نه چی نه 4 تا رو پیدا کردیم اینطوری نمیشه باید بیشتر چند ثانیه مونده؟ چند ثانیه مونده؟ بذار ببینم 33 ثانیه بودو فرمود دیگر یه دونه رو پیدا کردم ورش دار بعدش هم حل 5 تا حالا اون آخری مونده آخریه کجاست؟ باز پیداش برو خدا پیداش 17 16 وای فرمود شاید پیدا کنم باز پیدا نمیشه برو فرمود پیداش کن رادمر امیر محمدی که خوراکیامونو میدوزدید اومده اومده؟ خوراکی دزدا اومدن خوراکی دزدا اوه رفتیم 5 تا پیدا کردیم من شاشیدم تو این بازی بابا پوست داره یوتیوب فلمون میکنه نه یوتیوب فارسی میکنه الان یه 2 تا آدم ایرانی پیدا میکنه میگه اینا چی میگن نه الان میگه نه حالا یه چیز درسبم من یه چیز درسبم تو چندی؟ ببین من لبلم الان بس بگم ولی رادمر میخوام یه مپی بیارم باب اسفنجی داره آخه بابا باب اسفنجی من لبل 24 الان میشم 25 25 یه دونه بهت کامنتر نارنجی میده 26 بچه هر که 26 رو میدونه داخل کامنت رو ننویسه نه میگه این خودش نمیده و یه دو انسان رو نجات بده با اینا تموم شد بیا همین خیلی سریع من فقط راه رفتم همین تو 10 ثانیه تموم کردی تو 10 ثانیه درست کلا 6 دقیقه بازی دیگه 10 ثانیه پیدا کردی من یه کار دیگه انجام بدم ببینم حقوقمونو بدم حقوق دادن حقوقمونو دادم بیمه بوده که تو چیه بود هر کی یاده که من یادمه خب بذار ببینم رنگ برس من رفتم تو آسانسور بزنم برو بزن منم الان میام تلفن شدی و داره خرید میکنی بابا تو همونی نه بابا بابا تو 5 دقیقه و 10 ثانیه 5 دقیقه و 50 ثانیه تموم فقط اینو ثانیه چون شاشید فقط قرار جیر بخوریم رادمر اومدم بکروز بعد اینا رو من شدم لول 25 با این قسمت هر کی یادشه تو بکروز واقعی بگه ما که ویدیوشون نذاشتیم ولی اگه کسی ویدیوهایی آره اینا ویدیوش انشالله بعدا براتون میذاریم با الان قسمت آدم سگی ها فکر کنم رسیدیم آره؟ نه آره بدون شما البته من و رادمر یه بکرومزی رفتیم ما بهش میگیم بکرومز سوتی چون میشه اسمی که وای شاشیدم به خودم دلغک تو اومدی تو صورتم تالک کاکا سنگی نه کاکا سنگی همیشه بشنم کاکا سنگی همیشه بکرومز سوتی ما بهش میگیم و اونجا یه جاهایی داشت برقاشو میرفت و ما میششیدیم به خودم آدم خیلی ترسنه که تو بخوشتم ساختنش بکروم سوتی نه چیز نتورک چی بود؟ بابا 2 تا دیگه میخوام بودو اینجا سخته 2 تا دیگه خب همینطوری راه برو دیگه منم نایتروژن چی بود؟ یه خیلی کوچولو راحت پیدا که تو نمیشه پیدا کنی بابا نگاه با اینجا رو من گشتم این دارم میگردم با چرا من دارم میگردم؟ سلام باید اینجا با خودم دیگه بشمون فرد گیر کردیم من یه راه جدید پیدا کردم فکر کنم پیداش میکنم منم اینجا سنبال نمیشه رادمر این چیه دیگه؟ من دارم میام یو علی بای ماشین ببینم رادمر
بیا آقا بیا اینجا برو الان میخورتت. فقط بودو نه جو خواهی شدم رادمر داره میاد شلوارک هم در میاد داره میاد شلوارمو در بیاره. با بچه اونا که نمیشناسی اون حیوه وقتی کلیدو باز کنه میاد کشیده کنه. داره میاد صندوق عقب پاره میکنه. صندوق عقب بدبخت. داداش این یاروی چرا داره انگوش وسط نشون میده؟ آره بچه این انگوش وسط زیاد نشون میده. اما چیزی رو باز کرد سری قایم شد. باشه انگوش وسط نشون میده. خب انگوش وسط بدبختیه. انگوش وسط میخواد نشون بده. سلام داداشم انگوش وسط داره بچه یه چیز خیلی بدی نشون میده. انگشت وسط نشون میده. بچه انگوش وسط رو تو کامنت‌ها نذاشید. انگشت وسطی بابا چقدر وقت داری؟ سوال خوبیه. 3 دقیقه. داره میاد. چه حالشه من غریبم بی تو ماله کجای شهر رو بمبارون کنه. یو علی آسانسور نمه آسانسور اینجاست. بیا ببینم هم یارو رو تو تله بندازم. فقط تله بازم دقیقا چیه دی؟ آجی من چی ترم نگاه داره میاد. بابا این چرا باز رو هواست؟ من یارو کجاست؟ اسمش چیه اصلا؟ اسمش دزد استخونه. استخون میدزده. بیا استخونه رو بدزد. بیا فرمود برگرد به بچه اینو نشون بده. فرمود من فقط یه سوالی دارم. الان دست چپ رو گذاشتی رو کجات؟ دست چپ تو کجاست؟ الان من سوالم اینه. وای دست هم دو سوالی یه دو حرکت یه دو میگیری همون یه نگه میشم من خواهی بودو من دیگه کاری ندارم. میمونم من براتون یه بچه ها براتون من خیلی خوشحال و خندم. بچه خیلی دست چپمو نگاه نکنید. دست چپمو خیلی نگاه نکنید. بیشتر دست راست رو نگاه کن. دست چپمو نگاه کنی بده. دست چپ جایی بدی. جایی بدی. یه فشار بیاد خودی. آقای خوشتیب آهنگ آقای خوشتیب اومد. برای تو آهنگ آقای خوشتیب بزنم. خوشتیب بزن میخوام تک تک بچه آهنگ آقای خوشتیب برام اومد. آقای خوشتیب اینجا سیر چه داداشم سیر. آخه کاکا سنگی با لباس SCP تو بک‌روند. آخه یه کلاه دراز سر یه آدم قرمز. این دیگه سیر که داداش سیر که دلغک شد. من میخوام اون یارو استخون دوز رو پیدا کنم. هی اون یارویی که به تو استخون داد به من پا داد. هی دمش گرم. هی اون یارویی که به تو استخون داد به من پا داد. هی دمش گرم. شارژمون کرد. چی دادی رو آب بخندی. رو آب بخندی. مرض دیگه کر شدیم. دارم بهت میخندم. رو آب بخندی.
من الان چطور اومده شد اینجا دارم بهت نیم ساعته میخندم داداش همون بابا این چرا نیومد چی شده؟ من الان لول 25م این چرا نیومده چی خوشی نیومده شده؟ نه این یاروه پس این دوکایی چهارم این بود یادتونه؟ فوت اول وای من چهارم شده بودم سوالم اینه که چرا لباس نارنجی نیومده من به تو قسمت اسکینا بریم برای تو آقا باز شده باز نشده هنوز تو مرحله خرید سلام آقای خوشتی من خوشتیم نیستم من گوژدیبم گوژدیب داری چی من بهت میخندم من گربه میخندی وای یادم وای پارکوره تو هم داری میخندی آره داری بینی آسانسور میخندی بابا یه دونشونو پیدا کردم تموم نه پیدا نکردم بابا اسکولی میگه باید یه دونه انسان الخلق دوست رو پیدا کنیم بیاریم انسان الخلق دوست الخلق دوست بیاریمش توی همین یارو آسانسور اصلا من پیداش میکنم ولی نیستشم داری پیداش میکنی ولی نیستش هنوز آره دارم پیداش میکنم من دارم اینجا دنبال یه انسان الخلق دوست میگردم من رفتم فوای آسانسور پیدا کرده یا آسانسور دیگه باز درش فواد حیولا داره نه دنبالم فواد حیولا افتاده دنبالم فرار کن فواد اینجا حیولا داره موضوع باش الان افتاده دنبالم من تو میخوام برم آسانسور یعنی در آسانسورم اینطوری بگم دم در آسانسور فواد حیولا دنبالم فواد نزدیکم شده یه سوس بزن فواد موش شدم سلام حیولا نزدیکه 159 تا حیولا که نزدیکه نیست یکی 4 تا بنده این که آقای دست و پاست بایچه نگاه آقای دست و پا خیلی هم زشته کمک من بس تله میذارم گرفتمش حله برو خدا آزاد شد بگو که شلوارمو میخواد در بیاره نگنم شلوار من رو در میاره یاره دیگه اول شلوار تو رو در میاره بعد شلوار من رو در میاره مثل چی باید بدوام سمت آسانسور نری تو آسانسور چون آره نرو تو آسانسور چون بعدش میفته شلوار من رو در بیاره اما دکتر اومد آزاد شد داره میاد شلوارم رو در بیاره داره شلوار من رو فعلا در میاره آره پس درست گفتم نظری هم درست بود اومد شلوارش رو در بیاره اومد شلوارم رو در بیاره آها ببینید شلوار من پام نه شلوارم پام یه دقیقه من همش به خاطر قلاچ دستی بودن منه یه جایی رو رفتیم یه دونه عنکبوت چشمدار یه عنکبوت چشمدار خیلی ترسناک اومد خوردتمون و منم ویدیو نگرفتم چون اصلا ویدیو شروع نکردم من دارم برمیگردم الان یه دارم میام و دوزم های قیمت خیلی نازدن مثل حسبایی راه میره آره دیگه ما هنوز واسه اون اسم انتخاب نکردیم مگه با این جزئیات دقیق و خیلی عالی که ما دادیم چشم کابوتی انتخاب کردیم براش چشم کابوتی پیدا کردیم ولی اگه اسم دیگه در نظر دارید به ما بگید که ما همونو میذاریم کامنت حتما بگین یادتون نره هر کامنتی که بیشتر لایک بخوره همون اسمو میذاریم واسه هیوله ها بله هر کدوم بیشتر لایک بخوره میایم همون اسمو برای همون هیوله میذاریم
این دیسنیه. این پایان نزدیکه. بابا چرا من نمیفهمم یارو کوش. دو ساعت دارم میگردم و هنوز کلامپ هم نمیمد شلوارم در بیاره. من که کجاست؟ من اون مرچکه گاو کو. آقا فوش منم برم میشه اینجا ما بسود پایان نیمه اول دیدمت. نیمه اول مگه فوتباله؟ خودم قبلا میگفتیم آقای دست و پا اومد شلوارم رو در بیاره. یعنی مثلا آقای شاید دست و پا گیرش میدم من گیرش اینجا من تله برش میذارم الان داره جرم میده. بیا جمع ده حاجی این چه تله های من رو هواه چیزی هستی؟ دیگرم نوشه رو تو من اما نه چیزی بازیه کمک رادمه تو داری به خودت میگی چیتر بعد این یارو کلامپ داره میاد شلوارم رو در بیاره. کجایی بیا یه معلوم بس تو میزنم چقدر دور شد. نه نمیخواد ممنون من میرم. یارو هنوز انا باز میام واسه دیدمت کلا که اون کلاه فلوفلی واسه منم بیام فربود دارم میام بشه کلاهای من مال زمان اما بیا پیش من ناصر شد ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه دای ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه دین شاه بوده ناصرالدین شاه ناصرالدین دین فربود دیدمت خوش شدم سلام نه این من حیلم تو حیلایی من نمیخوام نزدیکی به خدا نیستم نگاه سوپ دارم بیا من یه دور تنه اونجا گذاشتم براش بیا همیشه موقع ریلکس میشه. وای باختی نتونستیم یه آدم گاو بابا این آدم کجا قایم شد خود وقتی میشونم میگی حداقل درست حسابی باشه من چرا باید یه آدم رو نجات بدم دیگه اونم آدمه مثل ما آسمون منه میاد سر پرواز آسمون ولی نه یارو میخواست نمیومد اینجا که گم شد تو بکلومز. واقعا چرا اومدی تو بکلومز؟ بکلومه ببین یه چیزی انتخاب کردم رادمر بشاشی سپر بگیر کن بیا من خوش سپر گرفتم بیا که فقط میخوام پارت کنم بخندم بیا یعنی بخند همین الان بخند ببا آسانسور میخند فرقی نه به تو میخندم کنی وای دیدم وای خیلی داده من خوب شد این عینک ها بود این نوش خوب شد این عینک ها بردم مردم نگاه کنید عینک ویسا حیلا کو حیلا نداریم الان حیلا نداریم حالا نداریم طبقه بالا شاید باشه به دادم برس بیاره میاد چلوارمو در بیاره و خیلی دواری که نامستم رادمر اصلا دور نشو من میترسم الان یارو میاد میخوره اصلا او چقدر تده بود ترسا که اوی من طبقه پایین هیچ من تو چی من حتی با این رادمر یه دقیقه بیا در ایونت بیا منو نگاه کن برای اینو خودم تجربه کردم نمیخواد بگی چرا کلامو توش میره نمیدونم من چه کاکافنگی هم راحت دیره توش پاشو نشستی حاجی رفتم تو ماشین رادمر نگاه رادمر این ماشین منه باز منم بیام پیشت بشنم سلام واقعا توی ماشینه رو درست کردن سلام کاکا من کاکا سنگیم بیا همینجا قایم بشیم برای بچه ها بابا چرا تو میای ماشین هم میرخصی رخصنده ایرانم بس دیگه بس دیگه بابا من میترسم تو خدا نرو تا یه نرسی رو پیدا کردم چی پیدا کردی؟
باید برقا رو روشن کنیم. راست میگه. من میگم چرا اینجا خاموشه. من بودیم. سلام. رادمه اون چیه اونجا؟ رادمه منم چیه پشت سرت؟ من میگیرم. من بغلت هستم. این همون هیلایی بود که سفر آبی میکنه. آره خیلی بده یه رفت میاد. وای بده اینش. وای آن طرف برام درست شد. وای دادم وای من فکرم اول داری شوخی میکنی. اما گوش ها دیوارا رو اینجا دیگه شوخی وجود نداره. داشت اینجا کاکا اینجا دیگه شوخی نداره. راست میگه. دلغه کی؟ دلغه کمون تو باید برقا رو روشن کنن. اون اینجا در در میبینی اینقدر کنجکاو بیا تو در. تو در بزن اینجا هم دره باز نمیشه بریم همیشه هم در اون قایم شدم. من قایم شدم راسته ولی هیچی نیست اینجا الان اونا حیوله نیست. یه دونه از اینو من پیدا کردم. یه دونه پیدا کردیم محله. خب 2 تا دیگه میخوان. خود اینجا چقدر ترسناکی. واو کجا بر خب بیا میریم جای بعدی بود. داداش من تو ماشین بندری میزنم. بابا کجایی؟ وایسا این دامه مودی که نزدم شاشیدم میدونم ولی رفتی یه جای دیگه. حیوی سیاه اومد تو رو گرفت. اجنه اومد تو رو گرفت. واقعا؟ آره اون اجنه خوابیده هم اومد گرفتش. ای بابا اونا دو باید سوت بزنم. سوت بزنم دارم میبینم چراغ تو. کجایی؟ سلام دلقک. کجایی؟ نمیدونم پوش سرتم. پخ نمیخواد به ترسونی دارم. وای ترسیدم. واسه من یه جایی دیدم که میخوردش به بیا بریم این بالا. دیگه هم پیدا کردم فکر کنم. نه اون بیا بالا ردمن نرو پشت سرت بیا بالا. حاجی یارو حاجی حیوله اینجا حیوله منو گرفت. سلام بابا سلام. منم گرفت باز. سلام من رفتم بالا. صبح قراره اینجا بالا. تو چرا باگی لگی؟ من میگم باگم بچه. سلام منو گرفت که بالیه. منم صبح زدم. چرا هی داره منو میگیره؟ الان جونم تموم میشه. نه هم چون داره بچه من خیلی جونم داره کم میشه. کمک برو تو ماشین. یا نه تو برو تو ماشین من میرم تو ونت. من گرفت بود. من رفتم تو ونت قایم شدم. وقتمون تموم شد دیگه. 9 ثانیه 47 بچه من لحظه قطش میکنم. الان من بهت زنگ میزنم باشه؟ چی؟ الان بهت زنگ میزنم باشه خداحافظ. خودت تو وقتی من میره الان زنگ میزنم بچه برو خداحافظ. خب بچه الان رادمر صداش قطع شد و ما تنهایی با صدای خودم ملایم خیلی هم خواب آور مثل بخوابی کابوس میبینید با صدای من. آره بله من شاشیدم به خودم. ببخشید خورده با چی میگم با صدای نزن. بادا کمک. وقتمون تموم شد. آقای رادمر هم داره راه میره ولی راه نمیره. منطقیه واسه کاکا سنگی منطقیه. و اگه دوست دارید من اصلا از همون اول ویدیو یادم رفت بگم سابسکرایب کنید و اگه سابسکرایب کردید زنگولش هم بزنید که هر وقت ویدیوی جدیدی داریم همینطوری پارت میذاریم بک‌نوزو. اگه خوشتون اومد از کانال ما لطفا سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت هم بذارید. هر چی باشه میخونم، حتی فوش هم بدید میخونم. و هم عبارات میدم. الو برگشتی؟
الو خب بچه ها ببخش. آره رادمهر جان بابام جان یه لحظه رفت و برگشت. من چرا هنوز دارم این عینک استفاده. خب بچه وقتی مادرم زنگ زده بود مادر ایشان زنگ زد و آتیک فلور بود. سوت نزن. کجا سوت میزنی؟ من دستم خورد بریم قرجر بریم بهشت. نزن بریم بهشت. توی بده هیلینگ بخرم کتاب گرفتم معلوم نیست کجا من قرار ببری دیگه کجا شد رو الان میفهمی. وای نه آره یه دورشون رو دیدم همینجا تو اینو بس کن من بس کردم من 2 بارشو زدم تو 1 بارشو زدی. بسوز. من زدم یکم فشار لبس بخور. فشار من بخور. خود لبس فشار من دیگه بخور. لبس اضافه کرد فشار بخور. به من دیگه لبس اضافه کرد من اضافه من کرد بابا XP. بابا من پیدا کردم ولی ایونت. یه هم پیدا کردی باز چقدر بوله آره توش موزه. من بودم همینجا چه دمت گرم توش موزه. موزم نبود هیوله آبی کننده صفحه اومد منو خورد و رفت. حاجی تو من همینجا قیافت گیگا چندتر شد اینطوری. نازک بودش خیلی نازک بود یارو بودی اصلا. زبودی خیلی ترس میشه اگه تو زبودی کنی اصلا این خیالمون نبود منو فهم یا ابوالفضل یا ابوالفضل. بهت تو هیچ بچه خودشون تو ویدیو میفهم. یه دونه دیگه دوربین من پیداش کردم. اما من اینو دیگه هم پیدا کردم تنظیم الان 3 تا انجام داریم. خب اون آخریشو پیدا کنیم. آره از بچه جون نخنخی؟ آره جلوته نخنخی چرا پاش اینطوری نمیدونم ورزش میکنه؟ چی نداره؟ خودی منو یه دونه زد صدا دادم صدا سگ دادی. صدا سگ صدا دادم واقعا فقط تله بذار واسش. من تله بذارم تو تله بذار دوباره بیا تو. بیارشیم بیارشیم بعد تله گذاشتم باکتریا داره داره میاد چی داره میره یعنی بیا حل داره میاد بندازش تو تله حل بمون جا بندازش تو تله ممکن از بغل سنه رفته اینو باهوشه تو قبلا خیلی بودن الان آپدیت داد باهوش شد. یه دون سوپ زدم شب بشنم اون کره اسکولی داده راستی اون هم کره فقط نداشت کر نیست هیلا بکشون خب یارو نخنخی همونجا وایستاده نخنخی گیگا چطورانه وایستاده میگه میخوایم تموم بابا شیر مادر نان پدر حلاله دلاغم میگه اون رو گیواری میکنه نان مادر شیر پدر حلاله شیر پدر نداره یعنی تو کامنت ها نگی معنیش چیه وای رادو مثل چی دارم فقط میدونم هیلو دنبالت که نیست ازگولی آجی دم آسانسور رفته هیلو آره اوه رفته دم آسانسور همون منو دید دارم مثل چی میدونم دارم مثل سگ میدونم مثل سگ آجی یکی صد سگ دادم بشین منو گرفت همون مثل چی میخوام بودم فقط منو پوشت من دارم مثل چی میدونم راستی اشکالی نداره چون ما مأموریت ها انجام دادیم
من میمونم فقط دارم مثل چی میدونم نگیره. میخوام من برم فقط. رادمهر رو داریم اینجا توپاسنگی متحرک. دارم مثل چی میدونم هم نازم. تو فقط رادمهر بنازم دورو به عظمتم. رادمهر پشت سرت داره یه طوری میدونه انگاری داره ورزش میکنه دست بسید. سلام علیکم. من اومدم. من نشستم. سلام. من آسانسور رو زدم به نوزم. دو مرامم که آسانسور رو زدم. من میخوام لیولی 17 شم. من میخوام به تو موش بزنم. بگیر خیلی به دردیم خورن. بعد جیما داشته باشی؟ نه نمیخواد. میاد تو اینونتوریت نمیاد. گرفتم. دیدرش میشه؟ من موسم رفت. اوه چقدر بالی. من بانش کنم. بال امتان کمپیوتر شد. چرا من دیدم کمپیوتر شد؟ ببین برقص یه دقیقه خودتو ببین. چه سمیه؟ چه سمیه؟ یه ریف گذاشت. اومدیم تو موشن مرحله 94. باشه بکشون چرکیه نبود وقتی تمومش کردیم اومدیم اینجا؟ آره رادمهر ببین اینجا الان باید آب چیز پیدا کنیم. آب اسلامی. نه آب اسلامی. نه آب مدنی. آب مدنی اما درگاه کنم برم. همین نومت خونه دیدیم. همین. اون چیه دیگه رادمهر؟ چی؟ اون چیه دیگه اونجا؟ اون چیه؟ وایسه این چیه؟ این کیه؟ داداش تو دوستی یا دشمنی؟ نه این یارو قرمزه؟ کاری نداره با ما رفیقمه. آره کاری نداره. یه حاجی چقدر زیادن. چه کجایی مگه تو؟ اینجا؟ یه سوت بزن. واو چقدر زیادن. اینا مطمئن میکنن اما میخوام با اینجا کشون نزدیک شن. آبجو اسلام؟ واقعا کاری ندارم فقط نقبول بازن. میخوام دنبالشون حیولان بهشون نزدیک جیره دیدم. نه بابا منو جیر نداد. خب بعد تو تبلیتم زده حیولا. آره ولی جیرت نمیدم. اینا اسمشون انیمیشنه. تصاویر متحرک. من دوربین دجشم خب اینا ما رو اگه شب بشه اینجا جیرمون میدن. اوه راست میگی؟ آره دیدم توی همین ویدیوهای بکشون. اینو شب بشه جیرمون میدن. من یه خونه رو باز کردم. هر دری دیدی باز میاد تو خونه ها. اونو نمیدونم. اونو دیگه ندیدم. من فقط میدونم شب بشه پانه. بعد 2 تا آبجو رو پیدا کنیم بریم. فقط بریم گم کنیم. چون که اینجا خیلی از اونا زیاده قشنگ میان شلوارمون رو در میارن صندوق عقبمون رو پاره میکنه. اما وقت صبح میشه؟ چی؟ صبح میشه؟ نمیدونم. شب بشه صبح. اونو نمیدونم. تو من یه نگاه تو دیدی. خب بیا. من توی شب خونه ها قایم شدم. میترمم شب. نه حالا شب نمیشه. اما من یه دون باید سرور میخوالیدم اینجا به دردی خود. انیمیشن. من تلویزیون میبینم. تلویزیون میبینی؟ تلویزیون خاموش. برو بزن شبکه پویا. شب شد رادمهر شب شد. دارن میان که صندوق عقبمون رو پاره کنن. اما دارم میام. اما تو خونه ها بیان. اینه که در شب رو بزن.
دیدم حله. من واقعا خودم هم نمیدونستم شب میشه یا نه. اما شب شد داره یکیشون میاد دم خونه. خدا نیاد تو خونه. بیان پاره ایم رادمه. بیان منو که صندوق عقبمونو پاره میکنن. نمیتونم بیان تو خونه. برو تو خونه قایم شو. نه الان تو آسانسورم بابام جان. تو آسانسوری؟ من تو خونه قایم شدم. یه خونه قایم شدم. آجی شب شد بدبخت شدی. یا شب چون بیا قیافت الان میان یکیشون از در آسانسور رد شد شاشیدم به خودم. اوه خیلی بده خیلی بده. صبح نمیشه دیگه رادمر. صبح نمیشه. شب بشه شب میمونه. من تازه اینو یادم اومد. وای تازه یه دونه پیدا نکردیم. بعدشم من تا اونجایی که از این مرحله تحقیقات کردم تا نکشن یه نفر رو ولکن نیستن صبح نمیشه. من خودم فدا میکنم. نه یک دو سه. یا علی فدا. تو کجایی تو؟ قبلش سوت بزن. به سوت من دیدم شب رو روشن کنم. سوت بزن تو. پایان نیمه اول. تو خونه روبرویی. سلام. کجایی تو؟ بیا توی آسانسور روبروی این خونه هست. اومدی فقط بود دو. نمیتونم. دم در یکیشون هستش. دم در خواهد تو ونت بیا. اما من خودم فدا میکنم. تو به درد میخوری اینجا. فدا کن بابا. هیچ فدا کنم؟ فدا کن. نه غلط کردم. دیگه ارزش غلط کردم میفتی آدم. من خودم فدا میکنم واقعا. فدا کنم؟ آره مطمئنی؟ آره. باش. تا اومدی فدا کنی تموم شد. چرا داری رقص منو میزنی؟ سمو نگاه. در شب چوری ریشه من. در شب تو دهنته بابام جان. میدونم شده ریش برای من. اون که به ریشو داره. بابا حتما این داره سم خالص میشه. این بازی کم کم داره تبدیل میشه به سیرک. با کمک من البته. برای که کانال یوتیوب داره سیرک میشه. چند دقیقه ویدیو گرفتیم. منظر تموم کنیم دیگه. آره برای چی ویدیو رو وایسا منم بیام. بیا اینجا بندر بزنیم. بیا برقصیم. اینجا بیا بغل من. بیا بغلم. بچه ممنون که ویدیو رو دیدید و ممنون که ویدیو دیدید. لایک و فالو زنگوله رو. نه فالو نداریم اینجا. لایک و سابسکرایب و زنگوله. لایک کن سابسکرایب کن. اون زنگوله رو نمیدونم چه رنگی میشه رنگیش کنی. زنگوله رو ساکت رو من حرف بزنم. زنگوله رو بزنید و همین دیگه. کامنت هم هر چی بذارید میخونم. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید و یه دو تا حرف هم از رادمهر بشنویم. بگو. آقا زنگوله حتما بزنید که هم موقع ما سری ویدیو گذاشتیم اولین نفری باشین که ویدیو لایک میکنیم، ویدیو رو میبینین و کامنت برای ما میذارین. خدافظ. نه وایسا درستش اینه که زنگوله رو بزن که اگه ویدیو جدیدی گذاشتیم بود توی اولین نفر از همه بیای ببینی. و دیگه فعلا خداحافظ. خداحافظ.
اینو از کجا قطع کنم؟